سلام، احوالتون چطوره؟ آقا این روزا موشکاف میشینه با پا میشه دم میگیره که تیش گرفته، ولی فقط آتیش گرفته. آره اینجوری هست. هرچی از مزه کردن زهر تو ژنو میگذره، بزن سیدلی و کوسم بیشتر میشه. شربت مداری که اولش تلاش میکرد آبروداری کنه و سیخاشو همچین مؤدبانه فرو کنه تو پک و پهلوی کوسه، حالا دیگه جوش آورده و جوالدوز به دست رفته واسه سوراخ کردن اکبرینا. بیانیه ژنو حتی آتش بس موقت هم نیست، چرا که بوی زورگویی و تعدی و تکبر میدهد. معلوم نیست 6 ماه بعد باید کدام امتیاز جدید را بدهیم تا توافق ادامه یابد. اینجاست که لیدی ابهم دست باچه وارد معرکه میشه تا شاید بتونه با 2 تا کوک این جرخوردگی ولایت رو هم بیاره. افخم درباره وجود برخی اختلاف نظرها درباره توافق ژنو هم گفت مبنا و نتیجه این توافق که در سایت اتحادیه اروپا هم اومده توافق بر سر اقدام مشترکه، نه روایت امریکایی ها از اون. بله، منظورش اینه که آقا جون صداشو در نیارید، ما گفتیم توافق خوب بوده. خب خوب بوده دیگه، به روایت بقیه چی کار دارید؟ اما آخه کله مارخورده های ولایتو که نمیشه با این چاخانای ناشیانه گول مالید که. این شربت مداری لاکردار بوی قیام شنیده، واسه همینه که اینجوری سم میکوبه. ما در سالهای 78 و 88 به فاصله 10 سال 2 شبیخون بزرگ از دشمن دریافت کردیم. خودخواهی و خودبرتربینی و خشم و شهوت، رضایت و نارضایتی های نوک دماغی باندی و قبیله‌ای چنان پلک برخی سیاسیون با سابقه در طیف‌های مختلف را سنگین کرده بود که نتوانستند 2 شبیخون بزرگ را به فاصله 10 سال ببینند، چه رسد به این که در برابر حریف مهاجم سینه سپر کنند. آره، طرف شستش خبردار شده، میگه شیخ اکبر ته این بساط زرخورونی که تو با سیدلی را انداختی قیامه ها، میزنن چپاق آقا رو چاق میکنن ها. حالا کوسه چی میگه؟ حرف کوسه رو از زبون ممجواد زخیم بشنوی. دکتر ظریف گفت نباید جلوتر از رهبری حرکت کرد و کسانی که ادعای ولایت مداری دارند باید پشت سر رهبری حرکت کنند. لگدی که از جناح میاد نهایه نصیب کی میشه؟ نصیب دک و دندگی سیدلی میشه. حرف این توپ ماهوتی اینه که بابا مگه ندیدید سیدلی از تیم مذاکره کننده تقدیر کتبی کرد؟ خب پس دیگه چتونه؟ اینقدر فشارش ندیدین علی گدارو؟ بعدم یهو صدای شیخ اکبر از یه ورق پاره دیگه در میاد که والله بالله منم واسه خفه کردن همین قیامه که میگم زهر رو کوفت کنیم که. این نکته را نباید فراموش کرد که دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده و مردم ایران آستانه تحمل و نقطه جوششان رو به کاهش است. خب رفقا نظرتون چیه؟ تزدبل ولایت رو ملاحظه کردی؟ از یه طرف لنگ این لای فک اونه و دنب اون یکی زیر سم اون یکی، اما از طرف دیگه جفتشون تو حول و بلای زلزله‌ای که کارش از ریشتر گذشته. وقتی بیاد اول و وسط و آخر نظامو زیر رو میکنه، زیر رو کردنی. آی جانش برو که رفتیم.
چطور شکاف نظامو بدوزم عظما خیتی بالا آوردی بازم عظما منم با تو دارم میسوزم عظما خیتی بالا آوردی بازم عظما منم با تو دارم میسوزم 8 سال تموم ولی فقی کش سابید کوه نظام آخرش گاو میش سایید تکلیف من خر حالا چی